بچه ها اومدیم برای یه ویدیوی دیگه. بچه ها اومدیم برای پارت آخر این چالشمون که باید هر کسی تو کامنت های اسم بنویسه ما خونهشو میسازیم که این پارت آخره. این دفعه برای ریحام یه خونه ساختم. بزنیم بریم خونه رو ببینیم. Let's go. بچه خونه اینه. خب میریم داخل. اینم خونه خیلی خفنی هم هست. اینم تلویزیونشه. اینجا هم کتابخونه، آشپزخانه و طبقه دومش تخت خواب و با لباساشو با تسترا. همین بچه امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه و بچه ها از 1 تا 10 حتما به این نمره بدین. تا ویدیوهای بعد، خدا حافظ.